فکر میکنم باید شنیده باشید که نتانیاهو میگفت ما یه اسرائیل بزرگ رو داریم تعمیر میکنیم و نقشه‌ای که اینا برای اسرائیل کشیدن تا خیلی از کشورهای منطقه رو در بر می‌گیره. اسرائیل باید به حق و حقوق خودش از حدود مرز خودش حق نداره تجاوز کنه، ولی الان داره راحت در سوریه تجاوز میکنه، در غزه داره با فشاری که داره میاره، با کشتاری که داره ایجاد میکنه و با سیاست هایی که با گرسنه نگه داشتن انسان ها رو داره به طرف مرگ میبره و الان هم داره فشار میاره که اونا رو از اونجا بیرون بکنه. اینا سیاست هاییست که اسرائیل با پشتیبانی و اجازه آمریکا داره انجام میده و این چیزی نیست که دنیا ببینه بپذیره. به این کشورهایی که ایستادن امروز و نسبت به یک جانبه گرایی موضع دارن در قبال این بیقانونی ها و این بی‌عدالتی ها و این بی‌انصافی هایی که اونا دارن انجام میدن میخوام بایستن.